داستان در دنیایی روایت می شود که در آن پول هیچ ارزشی ندارد و زمان همه چیز است. در اینجا اگر بخواهید چیزی بخرید باید در ازای آن بخشی از زمان زندگی خود را بپردازید. اما برای داشتن یک زندگی خوب در این دنیا داشتن زمان کافی حیاتی است. زیرا وقتی سن یک انسان به 25 سال می رسد شمارش معکوس یک ساله‌ای روی مچ دست او آغاز می شود. لحظه‌ای که این شمارش معکوس به 0 برسد آن شخص بلافاصله می میرد. ثروتمندان آنقدر زمان دارند که می توانند هزاران سال زندگی کنند. آنها برای خود دنیایی جداگانه ساختند و در آرامش زندگی می کنند. اما در طرف دیگر مردم فقیر ساکن در شهر گتو شبانه روز تلاش می کنند تا برای خود زمان بخرند وگرنه جانشان را از دست می دهند. در میان این فقرا جوانی به نام ویل زندگی می کند که در ساعت مچیش فقط 23 ساعت زمان باقی مانده است. ویل با مادرش زندگی می کند. از آنجایی که بعد از 25 سالگی روند پیری متوقف می شود، مادر او با وجود اینکه 50 ساله است، بسیار جوان به نظر می رسد. امروز 50مین سالگرد تولد مادر ویل بود. ویل برای جشن گرفتن تولد او شب قبل اضافه کاری کرده بود تا یک بطری نوشیدنی بخرد. مادر ویل با دیدن این هدیه بسیار خوشحال شد و به ویل گفت که آرزو دارد نوه داشته باشد و از او پرسید چرا با دختری آشنا نمی شود. ویل در جواب گفت که در این شرایط چه کسی وقت برای این کارها دارد. مادر ویل به او یادآوری کرد که باید تا فردا قبوز برق و اقساط وام بانکی را تسویه کنند وگرنه جریمه خواهند شد. او گفت که می رود تا کارها را انجام دهد و فردا شب برمیگردد. او توضیح داد که فقط 3 روز زمان دارد و پرداخت بدهی‌ها تقریباً تمام زمانش را مصرف می کند. بنابراین از ویل خواست که فردا شب حتما در ایستگاه اتوبوس منتظرش بماند تا قبل از تمام شدن زمانش از ویل کمی زمان بگیرد. ویل قول داد که به موقع آنجا باشد. قبل از رفتن مادر ویل با لمس دست او 30 دقیقه زمان به او انتقال داد تا بتواند صبحانه خوبی بخورد. سپس هر دو به دنبال کارهای خود رفتند. در راه دختر بچه‌ای نزد ویل آمد و با دادن یک کپسول از او کمی زمان خواست. ویل با لبخند 5 دقیقه از زمان زندگیش را درون کپسول برای او ریخت. در اینجا متوجه می‌شویم که مردم می‌توانند زمان خود را در کپسول‌هایی ذخیره کرده و در هر زمان انتقال دهند. پس از آن ویل به کارخانه رسید. قبل از شروع کار او برای خرید قهوه رفت، اما متوجه شد قیمت همه چیز 2 برابر شده است. قهوه‌ای که قبلا 2 دقیقه بود حالا 4 دقیقه شده بود. در این دنیا قیمت‌ها بدون هیچ اطلاعی افزایش می‌یابند. ویل از این موضوع ناراحت شد، اما به ناچار 4 دقیقه از زندگیش را پرداخت کرد و مشغول به کار شد. هنگام شب ویل به همراه دوستش که مردی الکلی بود به یک بار رفت. دوستش به مردی اشاره کرد که به همه نوشیدنی رایگان میداد و زمان زیادی داشت. وقتی ویل به ساعت آن مرد نگاه کرد متوجه شد او 116 سال زمان دارد. ویل فهمید که این مرد متعلق به شهر گرینویچ، شهر ثروتمندان است، چون در شهر گتو مردم حداکثر 2 روز زمان دارند. ویل به سراغ مرد رفت و به او هشدار داد که اینجا جای او نیست و دزدها ممکن است برای ربودن زمانش او را بکشند. اما آن مرد که نامش هنری بود حرفهای ویل را جدی نگرفت. در همین لحظه گانگستری به نام فورتیس با گروهش وارد بار شد. آنها بزرگترین تبهکاران شهر بودند که زمان مردم را به زور می‌دزدیدند. با ورود فورتیس همه از بار فرار کردند. ویل در گوشه‌ای پنهان شد و تماشا کرد. فورتیس هنری مرد ثروتمند را به چالش مچ‌اندازی زمان دعوت کرد. در این مسابقه 2 نفر مچ یکدیگر را می‌گیرند. مچ هر کس که پایین برود زمانش به سرعت به فرد پیروز منتقل می‌شود تا جایی که فرد بازنده بمیرد. هنری که بسیار مست بود کمی وقت خواست تا آماده شود. فورتیس به او چند دقیقه فرصت داد، اما یکی از آدم‌هایش را با او فرستاد تا فرار نکند. در دستشویی هنری به دلیل مستی حالش بد بود و اگر با آن وضعیت مسابقه میداد حتما میباخت. ویل وارد شد. نگهبان فورتیس را از پای درآورد و هنری را از آنجا فراری داد و به مکانی امن برد. ویل از هنری پرسید چرا با جانش بازی میکند. هنری فاش کرد که 105 سال سن دارد و از زندگی خسته شده است. او حقیقت تلخی را به ویل گفت. دنیای ما به عمد به مناطق زمانی مختلف تقسیم شده است. در شهر شما گتو قیمت‌ها و مالیات‌ها را مدام بالا میبرند تا فقرا بمیرند و ثروتمندان در گرینویچ بتوانند هزاران سال زندگی کنند. آنها نمی‌خواهند شما زمان زیادی داشته باشید تا همیشه مجبور به کار برای آنها باشید. ثروتمندان هر روز زندگیشان را از مرگ فقرا جمع‌آوری کردند و من دیگر نمی‌خواهم با خون فقرا زنده بمانم. هنری از ویل پرسید اگر جای او بود چه می‌کرد؟ ویل گفت اولین کار این بود که دیگر مدام به ساعتش نگاه
نگاه نمی‌کرد، چون همیشه ترس از تمام شدن زمان دارد و بعد برای مادرش خانه‌ای در گرینویچ می‌خرید تا در آرامش زندگی کنند. آن شب هر دو در مخفیگاه خوابیدند. صبح که شد، هنری در حالی که ویل خواب بود، تمام 105 سال زمان خود را به ویل منتقل کرد و فقط چند دقیقه برای خودش باقی گذاشت. او روی پنجره نوشت: زمان مرا هدر نده، و خودش به بالای یک پل رفت. وقتی ویل بیدار شد و ساعت مچیش را دید که 116 سال به آن اضافه شده، شوکه شد. او هنری را روی لبه پل دید و به سمتش دوید، اما زمان هنری به پایان رسید و او به داخل رودخانه سقوط کرد. ویل که حالا بسیار ثروتمند شده بود، میدانست اگر در گتو بماند او را به جرم قتل هنری دستگیر می‌کنند. او سراغ دوست صمیمیش رفت و به رسم رفاقت 10 سال زمان به او بخشید. سپس با او خداحافظی کرد تا به دنبال مادرش برود و با هم به گرینویچ فرار کنند. او به ایستگاه اتوبوس رفت تا منتظر مادرش بماند، اما در طرف دیگر مادر ویل پس از تسویه بدهی‌ها وقتی خواست سوار اتوبوس شود، متوجه شد کرایه اتوبوس ناگهان از 1 ساعت به 2 ساعت افزایش یافته است. او که فقط 1 ساعت و نیم زمان داشت، از راننده التماس کرد که پسرش در ایستگاه بعدی بقیه زمان را پرداخت می‌کند.